شد از دختر؟ چی شد؟ چی میشین دیوونه ها فریاد بزنی؟ همشیره دیلا گم شده است پدر. محافظان با جستجویش رفتند. چی؟ به خدا من همه حاضر فهمیدم. یلماس هم قیب زدن دیلا رو نمیدونسته است. بیچاره رحمم میاد. رفت خبر میدم. اینجا بیا با تو گفتم اینجا بیا. خبر دادنی یلماس با تو مونده است. با تو چی؟ با تو خواستگار برآمد. حاضر می آیند. شما چه میگوید پدر؟ من به هیچ کس با شوهر نمیبرایم. هیچ کس ناوید. ایستا های دختر اینجا بیا کسبان با تو میگویم اینجا بیا. مادر جان اینجا چیکار میکنید؟ هیچ، همین خیلی یک در اومدم. شما چرا اومدید؟ چرا خیستی پسرم؟ در خانه دلم تنگ شد. دیلا در کجاست؟ خاله یلماس هم در همین جاست. وای غیب زدن دیلا رو فهمیدید؟ چه؟ دیلا غیب زده است؟ یلماس نه چی غیب زده است؟ خواطر نشم. آروم شو یلماس. چرا ما خبر نداریم؟ طاهر زیق شدنی تو رو نمیخواست و هم با این حال چیکار کرده میتوانی؟ آخر چرا با من نگفتید مادر؟ چطور من آروم شم؟ یلماس آروم شو. چی اینجا؟ خودت رو عذاب نده. انشالله هیچ چیز نمیشود. قسمان خوراک پختنم در کار. به خدا فراموش کردم. خدا جان خودت به اپم یارده. او را در پناهت نگه دار. یلماس کنی خیز به خونه میرویم. همین قدر بس. اکم او رو یافته میویند انشالله. روید دخترم. چی یعنی؟ در همینجا پنهان کرده است؟ زیلان خانه رو بچین کردم. این رو در همینجا پرتافته ای؟ من به تو باور میکردم. مرا ببخش. فرصت نشد. بعد پنهان میکنم. چی شد؟ خیلی تابت خیره می نماید. دیلا غیب زده زیلان. طاهر به جستجویش رفته است. طاقت کن فؤاد. چیزی نشود. طاقت کن. این رو همین طرف زیر کن. انا همین طرف مالش. طاقت کن فؤاد. میروم. زود رفته اما خود رو میارم مالش. زود بر میگردم. خودت انتخاب کن. با تشکیلات همکاریت را قبول کنی، هم تو و هم ما خلاص میشویم.
ثبت را قطع کن. میبینم که گپ نمیزنی ها؟ این را هم با همان چاپ پس دهید. بله درست. خیز از جوید. با تو یک امکانیتی دیگر میدیم. یا گپ میزنی یا در درون این کسلاتا نیست میشوی. کنی گپ زن. 1000 تا مسلم باشد اگر همش رو به این چاپرتایی یگان تاش گپ نمیزند. این را دانسته باش. پرتوی رهایم کنید. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد روید او رو هم آورده پرتوید. فؤاد زود از اینجا میرویم. رفتیم. چی شد دیلا؟ بخیز فؤاد وقت نداریم. زود باید از اینجا رویم. بگم نمیفهمم. رفتیم فؤاد. زود میرویم. رفتیم فؤاد. رفتیم. زود دقت کن فؤاد. او در کجاست ها؟ گریخته است. دقت کن فؤاد. دقت کن فؤاد. رفتیم. من یوریت میدیم. گریخته است. کی گریخته است؟ فؤاد. این چطور شد؟ او با پا راست نمیستاد.
دور رفتن نمیتواند. شاید کسی یاری داده است. گپ را باز کن. زود باشید. میرویم. از تو یک چیز را پرسیدنی هم دیلا. خودت رو عذاب مده. بعد میپرسی فؤاد. اول سیحت رفت. توقت کن. دیلا تو رو اولین بار در مکتب دیده بودم. در برد یک پیشدامن کهنه دریده و کوکلونی زیبایی بافته داشتی. بیا فؤاد. راه کرد. بوری برایت نمیگستم. پس وقتی کلان داشتم بعد شناختمت. گفتم اکنون همش فؤاد گذشته. گپ نزن. قوتت میرود. چیزی نگذشته است. همیشه در یادم موندی. یک به مشت او رفتی اما من دردم را با کسی نگفتم. برای همین محبتی تو را خیلی بد فهمیدم. من به تو از نام عاشق شدم دیلا. فؤاد میرویم. برخیز خودت رو نپرد. کم موند. کمکه که دیگر توقت کن. کنی خیز. فکر و خیالی من با خونه داشتم دیلا. خیز میگویم. اما نشد. نصیب نبوده است. نمرده یک چیز رو فهمیدن میخواد. تو هم منو دوست بداشتی دیلا. همراهش نامزدش. زود هر دویش رو گیرید. فؤاد این طرف نگوی. برخیز. تو حالا نمیمیری. دانستن میخواهی. اگر تو رو دوست نمیداشتم به خانه دار شدنم رو زنده میشدم. برخیز. التجا میکنم. میرویم فؤاد. میرویم. آقای طاهر. دیلا شکر خدا آمدن. کمی توقف. آقای طاهر یاری میدهد. آقای طاهر. فؤاد. آقای طاهر یاری دهد. فؤاد کی این کارو کرد؟ بیایید میرویم. چیتین فؤاد آقای مسلم را به جای کسلت دور پرداختم. من از گروه ضد ترور چتیل سالها. آیسته احتیاط کنید. ای خدا دیلا چیزهای لازم را برای عملیات تیار. چیکار کردم؟ طاهر پسرم التماس او را نجات دهید آقای طاهر. دیلا به خود بیا. دیلا چیکار کردم؟ طاهر پسرم کی با او این کار رو کرد؟ چتین ما را فکر داده سمک یابید. آنها آدمانی دولت نیستند. در زیر نخابی آدمانی دولتی با نقشه تشکیلات عمل میکنند. با نقطه تیبی رفته او را صحت نشده میکشی. وقتی زیاد نداری. فؤاد به گپ ندار اومده باید بمیرد. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. خب بیرم. گپ نمیزنی فؤاد. با کسی نمیگویی. آقای طاهر نفس نمیگیرد.
کنی فؤاد نفس گیر. نفس گیر با خود بیا. فؤاد نفس گیر. فؤاد نفس گیر. نفس گیر. فؤاد نفس گیر. نفس گیر. فؤاد التماس فؤاد. خالای زلال چی شد؟ چی واقعی است؟ قیزبان بخیر است؟ بخیر است خاله. دیلار رو یافتند. چی؟ حاضر در کجایم؟ فؤاد زخم دار بوده است. یارو معاینه میکنند. یوسف تو رفیم قیزبان. تو را اولی بخورم را برم. تو نرو پسرم. نه آخر مادر. مرا گوش کن. ما به تو خبر میدهیم. خدا نکرده جراحت هایت کشاده می شود. صبر کن مادر. لیکن هیچ گپ نیولماز. تو در استراحت کن. لیکن حتما با من خبر دهید. یلماز من هم یک دیده می اویم. خوب شاید حاضر وقتش نباشه، لیکن مجبورم تو رو پرتفته روم. کاش به تو چیزی نشود. من خیلی میترسم. خوب مایلش برو، من همینجا میستم. با من خبر دهید. خوب فؤاد با خود بیا. نفس گیر. آقای دایی شد. نفس میکشد. شکر خدا. عملیات رو سر میکنیم. زود باش دیلا، شروع میکنیم. انا در کجا بوده است؟ تیرو میبرارم. دلو پخته. حالت چقدر است آقای دایی؟ جراحتش وزنین. خونی زیاده رفته است. 3 شبیهش طول میکشه دیلا. صحت شود از خدا، دیگر چیزی نمیخواهم. انشالله دیلا، انشالله. التجا میکنم نمر فؤاد، صحت شو.
فؤاد چی حال دارد پسرم؟ صحت می شود اکا؟ خواطر نشود. با خواست خدا صحت می شود. انشاءالله. انشاءالله. خدا شفا دهد دیلا. تشکر برفین. اما که حمید به من گفتند خدا شما رو نگاه داشت. بله خدا نگاه داشت. یک لحظه فکر کردم که شما رو دیگر نمیبینم. دخترم با خدا هیچ نمیفهمم این آدمون کیستند؟ از کجا پیدا شده به مردم ظلم و شکنجه میدهند؟ این چگونه کار است؟ خدا از آنها نگاه دارد دخترم. خدا آنها را به راه درست هدایت کند. به احوال فؤاد نگر. فؤاد با آنها چی بدی کرده است که او را به این حال آوردند؟ همه امان میدونیم که فؤاد بجز خوبی دیگر کاری نکرده است. میگویند که خوبی و عدالت پرستی آقای مسلم با آن خائنها پسند نآمده است. طاهر پسرم چیکار میکنیم؟ همین خیلی نگاه کرده میشینه. پیش راه این ظالمان را گرفتن لازم. آقای زینال را گرفتن از دیوز کماندون میبریم. آقای زینال از همش خبردار است. آنها همه چیز را از کشه فهمیده گرفته آرام نمیگیرند. آقای زینال را در این حال مجبور کردن خیلی دشوار است. دشوار هم باشد چاره دیگری نداریم. با خود آمدن فؤاد را انتظار نمیشویم. دیلا تو هم آماده شو. در بازگشت تو را هم میگیریم. یک جای میرویم. چیزهای لازمی را هم گیر. خوب فهمیدم آقای طاهر. کدام رنگی که نباشد و این جوپان ما می شود. حالا ایست آن نسلر قزبان نیست و جانکت را از بینیت می برارد. مرا پرتافته رفتیم مگر این گناه نیست؟ حالا ایست قزبان یک تا در تمامی مملکت یک تا قزبان و قدرش نرست. قزبان پدر؟ قزبان چیگه پدر؟ های دختر این را برای کی میبافی ها؟ خس گروزه ماندم. حاضر از گروزگی میمیرم. را به من خوراک تیار کن. خوب پدر حاضر برایتون خوراک میپزم. خس جون را شد قبضان رئیس. دکتر با آقای زینال برای مصلحت رفت. برای شاهدی دادن او را راضی میکند و سربازان شکایت کردنی‌اند. فهم رئیس. یگان سپوری شود خبر میدهم. مرا گوش کن چیتین. زود رفته این کار را حل کن. حالا بوی کارت نبرآمده سر شد. دکتر با آقای زینال همراه به راه برآمدند. این خیلی خطرناک است. اگر ما فوش شویم این برای هممون خیلی بد می شود. چی میفرماید جنابم؟ زینال را با طاهر بر مقابل هم مونده به یکدیگر دشمنی جانی میکنیم. همینطور یک نقشه داریم. آقا دکتر نیست؟ من برای گذراندن سوزاندار آمدم. خوب این طور باشد. همشیره در همین جاست. مرحمت با کی می‌نگری؟ تو یکی از اونهای
دیلو فؤاد خوب هستی؟ من خوبم. تو مرا نجات دادی. خدا رو شکر. دایی در کجاست؟ مرحمت گیرید. خدا از او راضی باشد. خدا آقای زینال را باز هم دارد. سلامت باشید. فراموش نکنید آقای زینال گفتم که هر وقت که مشکلی پیش اومدن گیرید. فهمیدید؟ بله برادر. تشکر. نصیب کند روید. سلامت باشید. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. مرحمت جناب. آقای زینال را میشویم. متاسفانه در خانه نیستند. در کجاند؟ همسرشون بیمار است. به نزد دکتر بردن. نزد ما نآمدن. داروهای دادم را استعمال کنید. فشارتان هم بد نه. یک دو روز پس باز بیایید. تشکر دخترم. تشکر خواهری عزیز. قربانت شوم دخترم. وقتی نماز شد همینجا خانه می شود. میلش خاله جان، همینجا خانه. تشکر دخترم. خدا از تو راضی باشد. گذر گوش کن باتن. چی شد سینان؟ ما را قماندان انتظار است. همسر آقای زینال حالا در دستمان است. همین طور قماندان. از پیشوا امر آمد چنان. باز یک عملیاتی دیگر می‌گذارم. فرمان برداریم. دکتر با آقای زینال را به هم دشمن جانی میکنید. این را چطور میکنیم؟ زن آقای زینال را کشته گناه را به سر دکتر می‌مردید. این کار را در پیش چشم زینال میکنید. خسته نباشید. تشکر. بسیار دایر. یک آدم برای کشتن فؤاد آمده است. دیلو بزرگ او را نجات داد. این چی طور شد؟ آن آدم کجاست؟ دستگیر کردن؟ خواطر نشو. او را دستگیر کردند. یعنی اینجا هم آمده توانستند. این کارانو تمام ماندن نخواستند. چی باشد ها؟ رئیسی ده یابی کلان. آها فهمیدم. حاضر به نقطه تیبی می روی و گفته های ما رو عین هم به دکتر می رسانی. فهمیدم. یعنی بیمار است ها؟ باز یگان خطابین نکنی رئیس. کارو حال شد باتن. رئیس با او داشت گرفت. بله سینان. وقتی رفتیم آقای زینال نبودن. زوجه اشون بیمار شده است. او را به قرارگاه به نزد دکتری تشکیلات بردن. حیرانم پسرم. آقای زینال چطور به این رو رفته؟ خیر اکنون چیکار میکنی؟ چطور به نزد سربازان میروی؟ با شخصی دستگیر شده صحبت میکنیم. از روی نقل او چیکار کردنمون رو فکر بکن. سینان و باتن شما را انتظار دارد. خدا از تو راضی باشد. خدا شفا ده. تشکر دخترم.
آنها چطور مال دولت را از نام دیگران تقسیم میکنند؟ آنها چه مقصد دارند؟ چرا این طور میکنند؟ من نمیدونم. هر کس حساب کارش رو خودش میدوند. رفت. چرا این طور میگوید شما؟ آنها برای از این کارشان چرا انتظارند؟ شما درست گفتید. هر کس حساب کارش را خودش میدهد. با آنها گرید. آنها خودشان را میفروشند. ای خدا. گوش کن جانم. مادامی که خودشان را با آنها میفروشند این دعوای خوبی است. اینها هم مثل پسرمان با آنها زود باور کرده جنایت صادر میکنند. اگر اقوام خطایی کنند آن وقت جواب شما را خودشان میگیرند. آی سگ‌های گرسنه یک طرف ایستید. آقای زینال راه دهید. پراکنده شوید. فریاد نزنید. از پس کارت شو حیوان. آقای زینال شما را ساق سلامت با دهتان برده میمانیم. زحمت نکشید. ما خودمان میرویم. اینطور نمیشود آقای زینال، نمیشود. شما با ما امانت هستید. همینطور نه؟ تا شما را به خانه‌تان نرسانه ما راحت نمیشویم. تشکر. کنی میرویم. مرحمت آقای زینال. شما با پیش گذارید. مرحمت. یک دیگرتان را نخورید. مرحمت آقای زینال. شما گذارید. مرحمت. تو کیستی؟ چرا فؤاد رو کشتن خواستی؟ گپ زن حیوان، گپ زن. چرا خاموشی؟ چی میخواستید از این آدمان بیگناه؟ چی میخواستید؟ گپ زن. آقای حامد آرام شوید. آرام شوید. دکتر گپ زن. با تو میگویم گپ زن. حاضر با من زنگ زدن. بیماری وزنی بوده است. در کجا؟ در دهه بالا آب یک زن در دمی مرگ بوده است. از پس سیاه‌داران زنی بیچاره را آورده نمیتوانستند. یک رفته خبر میگرفتی دکتر؟ فهمو حاضر میروم. کجا میروی پسرم؟ رئیس میگوید در راه سلاحداران هستند. خواطر نشید مادر. تنها نمیروم. بله. تو را تنها نمیمونیم طاهر. کنی آماده باشید. آقای حامد شما آماده شوید. من جزدانم رو گرفته میآیم. خوب. تو خواطر نشو. گذر تو به این طرف. زودتر گذر. سینا راهی دکتر از تو هم در همونجا. در همینجا کمی میگیریم. زود باشه. در همین جایی حاطه میکنیم. یعنی زود باشه. چرا فکر میکنید؟ چرا اینجا ایستادید سینا؟ دکتر با محافظان در همین جای هاست. راست میگوید آقای زینال. برای شما را محافظت کردن کمی بیستید. دکتر در اینجا چیکار میکند؟ شما اکنون از موعد آقای زینال. دشمنان شما با ما دشمنند. دشمنان شما دشمنان ما میشوند. همینطور نه آقای زینال؟ بیا باتن. سوا اینجا بیا. این راه رو از بالا محکم آنها رو پیچانیدم. گوش کنید. این آدمان کاری درست نمیکنند. شما هم شنیدید. از آدمانی که مالهای دیگران را دزدیده صاحب میشوند یگان خیری نمیرسد. همینطور نه؟ رایت آنها رو نگاه دارید. از نزد این آدمای جاهل کوچیده میروید. میلش گوش کن جانم. حالا این گپ ها را نگو. آنها با ما ضرر نمیرسند. گوش کن. آنها میترسند که به دکتر و آدمانش یگان ضرر نرسانند. اما با دقت باشید. خدا با آنها انصاف دهد. چی گویم؟ تو آماده ای؟ آماده هم سینا قماندان. محافظان که آمدن با آنها همراه شده جایت را میگیری. آنها هیچ چیز را نفهمیده زود زنی زینال را میپرانی. انا بعد از آنجا زود نیست میشوی. فهمیدی؟ فهمیدم سینا قماندان. خواطر نشوید. خوب، خیلی خوب.
نقشه خوب کشیدیم. همه آماده است. اکنون بینیم که دکتر میآید یا نه. بودن کماندان، اگر به دکتر گویی که در جهنم بیماری بوده است، او حتما رسیده می آید. کنی رفتیم، او رو انتظار می شویم. رفتیم. صبرو علا مجینام تدو حالی برچانه چاره نای جدسته مادی خط باشه این حسابه زود کمی گیره آنها ما رو انتظار بودن. با فکرم آنها رو کسی خبر کرده است. همه پریشان شدن وقتش رسید سینان. الکن راو زود زن را گرفته به اینجا برا. فهمه سینان اینجا خطرناک است آقای زینب. شما را با درون دیگه میبرم. کمی بیایید. شما با من بیایید. دارم در این حال چه گیرانه. بخشید بیایید بیایید بیایید. İşte zaferanız! İşte! İşte! Hayır! Sonrasını ince diyor! Nasıl bir nerede? Sani ağabey Zeynal رو پرونده! این نخواست! hayır! رفتیم! حالا او فکر میکنه که این کارو ما کرده! آقای ما پروندن! رفتیم!
مادام وقت دادیم و تو چیکار میکنی؟ بیا رفتیم باز با سرمان بلا نیاریم. برادرم نرویم نرویم بچه ها برمیگردیم. برادرم باز کنید. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چیکار کردین؟ چطور رو پراندین؟ دست تا خوش شد ظالم ها. همدردی مرا قبول کنید آقای زینال. با شما همدردیم. پولتان را به دست گیرید آقای زینال. ظالمند آنها. تو را زنده نمیمانند دختر. دختر نامده گرختن اندازیم. پسرم بخور رو کاوردم. زحمت کشیدی خالازی. چی زحمت پسرم بخور. تشکر. خالازیلو محافظم برمیگردن. در کجایم قزبان؟ در ما گویدی حضرتی برگشتم. خیریت اومدند. پسرم بعد میزنی مادر. چی شد پسرم؟ یکم واقعه روی داد؟ بله مادر. ای خدا. بزنی آقای زینال تیر رسید مادر. چی؟ تو چه میگویی تویی؟ این چه خیل شد؟ بزنی آقای زینال چی کار داشته؟ خواهرم جلال ما بدام فریب سینان افتادیم. حالا یک تیر نپرانده او زن را با آقای زینال به جای خوفناک برآورد. ناگاه تیر به زن آقای زینال رسید. رئیس اینجا بیا رئیس. دکتر اینجا بیا گفتم. رئیس تو چی کار میکنی؟ رئیس اصلا تو چی کار میکنی؟ دکتر ما را به جای گفته سلاحداران فرستادی. ما را بدام افتند. کمی گبزن شنوم. گبزن تو چی به سلاحداران کمک میکنی؟ تو چی ها میگویی دکتر؟ خاموش. این تو ما را بدام سلاحداران فرستادی. دمت را گیر به من گوش کن. تو دیده و دانسته ما را بدام سلاحداران فرستادی. دمت را گیر صدایت رو نبرو. نیست گبزن هم آقا. خاموش. یک آدم به من تلفن کرد که اونجا بیماری وزیره هست. کی؟ نمیدانم. گفتم که اونجا بیماری وزیره هست. من هم صاحب از گفتم شما رو فرستادم. من با تشکیل وسیله دارم. چی کار دارم؟ خدا حیف کرده است. تنها نگذاشته است. شکر که همه تا زنده و سلامت برگشته. نه یگان عدل نبرده. تو چه ها میگویی رئیس؟ در تیر پرانی زنی آقای زینال کشته شده است.
و اینش چی میگویی؟ شما بگید همه‌اش رو فهمید رئیس. زنی آقای زینال کشته شد. برای این قصاص گیری بشود. آقای زینال برای این کار رو از ما میدارد. فهمیدی؟ بعد از آقای زینال رفته همش رو این کار رو نکن طاهر. بسیار غضبی آقای زینال هست نشده است. به خدا تو رو میکشد. یانگا؟ با یانگا چی شد؟ بیبی جان بیبی جان باشو شد بیبی جان بیبی جان نصف میکنم دکتر شهر رو میکنم و همه سلاح داده آماده کنید. این خون در زمین نمیماند. برای این کارشان جواب میدهند آقای زینال. جواب میدهند. راست اول اون آدم رو به نزد قماندان بفرستیم. همه کار رو مصلحت کردم دوستیم. همین طرف با بازی کلانی همراه شدن آقای زینال رو قماندان مسئول با اون آدم باید صحبت کنیم. خوب شد است. احمد چی شد؟ خوب هستی؟ چی شده باشه؟ آن آدم گریخته است. خدایا خداوندا. احمد با او چی شده است؟ هیچ چیز نشده است، فقط بیهوش شده است. الدا او احتمال در نقطه دیگه باشد. آنجا رو خبر گیرید. ای خدا ای خدا. خوب نشد که آن آدم گریخت. کی بودنی آنها رو فهمیده میگرفتیم. بلا بود که به سرمون آمد. نتوانستم. آنها مرا دستگیر کردند. با عذاب ازدیها گریختند. بسیار غم مخور. این خیلی کارها میشوند. بیا از این کمی بنوش. این رو هم به چاه پرتایید. فهمیدم سردار. اگر فؤاد گپ زند همه این نقشه هایمان برباد می رود. از امکم خبر هست طاهر؟ نه افسوس. دیلا لبای آقای طاهر. از انبار دارو بیار. خوب شد است آقای طاهر. خیلی شکنجه دادم. میدونم فؤاد، اما گوش کن همش گذشت. تو اینجایی. اینجایم اما من دیگر مرد نیستم. فؤاد چی گفتم میخوایی؟ نکنه نکنه نه من اکنون با دل آیله دار نمیشم. هیچگاه آیله دار نمیشم.
پسرم چوپان ها خبر آوردند آقای زینال مسلح شده به این طرف می آمده است. برای دفاع کردن آماده میشویم. آقای حامد فقط برای محافظت تیرپرانی نمیکنیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ مادر به ده خطر تهدید دارد. در ده محافظان هستند. تو زود به بسترت برگرد. اما مادر آنها هم در خطر هستند. هیچگاه طاهر را تنها نمیگذارم. من هم گفتم اما مرا گوش نکرده خیست. به این نگری تو چرا سلاح گرفتی؟ اکم در اینجاین مادر جون. پسرم در هدف آنها میباشد. دخترم را به آنجا نمیمونم. ایستید در جایت ایستید. خب مایلش. طاهر انا ببین می آیم. گریزید رئیس زودتر. گریزید پنهان شوید رئیس. برادران ما رو گوش کنید. تیرپرانی نمیکنید. فهمیدید؟ تا مجبور نکنن تیر نمیپرانیم. با دقت باشه. آقای زینال در خشم است. او خطا میکنند. ما از اونا خیلی پرسوانتریم. اگر تیرپرانی کنیم همه‌شون میمیرند. چرا اگر با تیرپرانی اجازه نمیدهند؟ بساس گپ زدنی باشی از همینجا گپ زن. بعد از آنها نبرا. آقای حامد آخر من گناهکار نیستم که پنهان شدم. راست میگویی. آقای زینال
ما دوستی شما دشمنتان نیستیم. آقای زینل، دهه آبی کلام با شما تیر نمیکشاید. آقای زینل مرا گوش کنید. برای زنتان خیلی غمگینم، اما گناهی ما نیست. تشکیلات ما را به دام افکند آقای زینل. در آنجا بودن شما را ما تماما نمیدانستیم. آقای زینل، باور کنید همسر شما را ما نپراندیم. تیرکی زنی مرا کشت. از شما محافظان بود. از این پس در بینمان دوای خونین از دکتر. غضب چشم عقل این آدم را کور کرده است. دانسته باش که خونین زنم در زمین نبماند. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. کی بلوزومه بیلکی در مندومه. عزیزم به تو زندگی معنی نداره. آیندمون آینده ای روشن، حرف جدایی رو نزن با من. ای سوزی نگاهی چشمکات خالیدون. ای سوزی ای کاش نمیرفتی تا به پای تو بسوزم. موندم دخته بیا بپشم بسبت عاشقانه به خدا بیار. از همین باغکی تا بگویم همان بعد جدایی قسمو مبرویم یاد برخستی یک دیگر رو را مثلم شد. چی در کار سوزم پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.